سرکار خانم فاطمه هوشینو از کشور ژاپن که به انتخاب خودشون مسلمان شدن. خانم خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه بینندگان عزیز برنامه. فاطمه هوشینو چی؟ نوامه بروسلی زنم کوچیک جکی جان حتما. صدا سیمام کسخل فکر کردیم مطالعه افغانی از نزدیک نهید. نه اصلا من کاری با این چیزا ندارم. فقط فاطمه خانم هوشینو شما اینجا چکامی کنی. واقعا با شاشی سردر اون صدا سیمایی که مخاطبینش انقدر کسخل فرض کرده. این نهایت بهش بخوره نازنین جمعه از مزار شریف باشه. میگن طی تماسی که خانم فاطمه هوشینو با دخترعمه و دختر خاله خود از ژاپن به نامهای زهرا هوندایان و سومایه یاماها داشتن، آنها هم به انتخاب خود به دین اسلام روی آوردند. صدا سیما ما کسخونیم؟ چی فرض کردی راجع به ما؟ ژاپن مونتاژ افغانستان.